که من مال دوست نمیدارم دروغ میگه. جناب امام ابن عقیل میگه کسی بگه من مال دوست نمیدارم میگه او دروغ میگه یا دیوانه های. ولی برادر عزیز این مال ولی اگرچه عزیزای خدا میگن که باید مال در دست باشه در دل نباشه. در دل جاش کردی بعد گفتی نمی شعر قاری میشه بعد دیگه موسیقی میشه. اگر در دل جاش کنی که در دست باشه بعد نتری برادر ما محمد جان ولی جوان مرد میشه ماشین پر خراکه میکنه اوجا سریزادگی کلاب در روان میکنه که بگیریم برادرها بگیریم بخریم. امروز خدا ما را داده است پیامبر گفت که الید العلیا خیر من ید السفلی دست دهنده بهتر از دست گیرنده. خدا ما را امروز دست ما دهنده کرده بگیریم شما مقصد استفاده